هر شب زی خودت بپرس اگر تو مردی امروز چی خدمت به مردم کردی. 100 بار بدی کردی و شرمی تو ناآمد، نیکی چی بدی داشت که یک بار نکردی. السلام علیکم هموطنان عزیز، با شما هستم حسین نوردینوف. دوستان عزیز، من همه حاضر خودش در اومدم برای اول من همین شعر خوندم. این شعر برای انمون خوشبختانه که خیلی رو پیدا میشن که می نویسن رکلام نکنید، همین ما در کانال نگذاریم. همین من همین برادر خیرخواه ما یک کجا میوام، من همین اکی علی تگی همین کامنتاری در نویسن که من 5 اویله را یاردم کردم میتونم. من در همین آدم که دستی از برآمدیم، من شری نر اومد، من همین مغازین در اومدیم برای 5 اویله خوشرو خرید کردیم. الله خیرش قبول کنه. برادرو خیر میشه خری عمومی، خیر میشه خری مخفی. ممکن این برادر بود غیر از این خیری مخفی داشته باشد و یا خودش میداند بالا الله میداند، پروردگار میداند. دعاگو باشه تو برادران عزیز. وقتی که در کامنتاری هر خیلی گپا می نویسند دوستان عزیز، پیش یک کدام آدم میگیرم، من هرچی من اون آدم یگان تحقیر نکردم و آدم بلگدریت کردم که یاردم کرد خلق تاجیک دا و یا مسلمان الحمدلله برادر خودم من رحمت گفتگیم که یاردم کرد، من بلگدریت کردم و گفتگیم که در همونجا تاجیکای خودم من به مثل نمیخه شهر مردو شهری ناراضی درآمد. من این آدم شاهد نواروش خیلی که اوزی نوار با میمونم، بعد همین گاو زدنم نواره همین مردک میشه، پیشش با کمتر پیش همین نوارده میشه. همین برادر درآمد قریب 10,000 خرید کرد برای 5 اویله. این تاجیک است الحمدلله. و بیتون برادرو اول تاجیک خودمون حرمت کنیم و با برادرای دیگرمون الحمدلله و هم برادر خودمون ریسپکت قنش زند قنش خورد دین همون 100 و چند هزار جهام کرد مردم در برادر خودمون داد. من یگون گم ای پشتی و من یگون گپی بیزه و زدگی نیستم. تو مرد کاکای تا اورد درآمدی نویستی که من روم قشلاق کتمه نگیرم. و ای من قشلاق تولد شدم تاجیکستان 97% الحمدلله کوه هست، کوه تشکیل میکند 7% همواری. تو مرد تو تاجیک نیستی، من میدونم. به نام تاجیک برآمده تاجیکه گاو زدن میتونی، تاجیکای تاخیر نکن. مرد یا اورد نام چیه؟ استغفرالله. بخشش میپرسم برادران عزیز، کمتر عصبی شدم. من همین شاهد هستم. اکی محمد گرزنه من حاجی در اومدم همون کامنتار در نویست است که رو قشلاق کتمه نتگیر و چیز کن. برادران عزیز یک بار دیگه بخشش میپرسم که من مقصد نه، من حاجی گفتم من حاجی میگیرم سیامکه میکنم. گفتم من همین برادرها شاهد، من همین شهری نه روزی 5 اویله ده کار خودش پرتو تاجیک هستین الحمدلله اومد برای تاجیک. این نواری ما برای چی برادران عزیز؟ این رکلام نه دوستان عزیز که همین مردک کامنتاری ادامنده نویس. من این آدم همین روز دیدم، من به نام الله قسم همین روز دیدم. اکی علی نام دارد همین روز شناس شدم. این تاجیک است الحمدلله در شهر دوشنبه، مقصد زاده شهر دوشنبه. ما اینترنت در نواره ما دیده است الحمدلله. همین کانال فکری شما دا نویس که من 5 اویله ده یاردم میکنم. من گرفتم زنگ زدم، من الحمدلله امیر روز وا خورده. من اکی محمد هم ناف دیدم، این آدم منم ناف دیدم. 5 اویله ده مقصد تمامی جهتش کردی، پمیدور، کارتوشکا، سبزی، پیاز، شیرینیواری، تخم، برنج، گریچکا، دونمید مکرون، مسله سلیشنی. پگه اید است. برای دوستان عزیز شما اینا برای پیش آمد اید که تبریک میکنم. یک بار دیگه بخشش که اول نوارده کمتر عصبی شدم برای همون نامردایی که در اونیتی از 6 تا کامنتاری می نویسن که هر خی کامنتاری رو رکلام میکنی خودت در کجا پیدا شدی. و برادران عزیز من یگان جا پیدا نشدم. من برادر شما، من فرزند آدم هستم، من فرزند آدم علیه السلام هستم. و تو دانش نداری، علم نداری، فکر همین فکری شما نویسگیم همین کانال، این فکری شما این پرستای چیز نیست، کلمه نیست. فکر از معنی سر تولید میشد، به زبان میبره. از معنی سر مقصد مزگ میگن، bezmozgo همین هر خیل چیزا می نویسن. اگر معنی سری پره داشته باشی اول فکر میکنی، اندیشه میکنی، بعد به ذهنت تولید میشود همون سخنی تو. برادران عزیز بیاید اتفاق باشیم در همین روزه دشواری دستگیری یکدیگر باشیم. همین اگر دستگیری کردیم آباد میشویم خدا خواه.
اگر خود چیز شدیم پراکنده لشکر نباید بکار 200 مرد جنگی به از 100,000 پراکنده باید نباشیم انشالله یک جا میشویم انا میخواد تاجیکا آباد میشویم تاجیکستان در حق تاجیکستان داغو باشه دوستان عزیز تاجیکستان این وطن عزیز ما اهل بیت ما در تاجیکستان پدر مادر خویش اقربا برای همه دوستان عزیز همیشه داغوی وطن باشید با چی گفتنی هستم برادرای گم گپ زدنی هسته برای همون مراد این مینا مرات چه ما یک دوست خام میکنم همه مراد جان سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران از شما مینداریم که کانال ما را دستگیری میکنید خب پدیلیت سکنید انشاءالله که آدمایی که نیازمندن پدیلیت سکنید که همین شعر نر بینن همه انشاءالله بعد مراد تو خودت گفتی همین حسین جان که یکم تاجیک نیستی یا یکم چی نیستی نویسنده خودش معلومه که یکم یا ازبکی یا یکم چیز تو ازبک هم نه برادرای ازبک که وای ملت ندارد وای این ملت نداره تو یه ملت نداره ازبکو شعرای نرن من چند تاشو میشناسم برادرو برات ازبکی همین ویدیو پدیلیت کنه سام گلامنه همه آدما بینن یاردم کنن همین تو خودت یک کپه که یاردم نمیکنی خطیه به همین کامنتاری بیزب ننویس آخه استغفرالله گو پریزی چم نویستن یا داشنام کردن یگم کسا این برادر چقدر شده بیچاره مهنت کرده که همون زنکو پدر مادرو خود کمک کنه زنکو داشت شما گرفته بخشش اکی محمد گفتون میبره برادرانی عزیز من نمیشناسید من کی هستم من هر چی ننویسید من یگون کس با یگون قصدار نیستم تا همین روز من یگون کس ضرر من رسوندگی نیستم برادرانی من برادر شما هستم من فرزند آدم هستم دشنام نکنید من التماس یک آداب اسلوب در اینترنت این یک نعمت خدا است که ما بجای برای تغرگی استفاده بریم نه برو اومده اونجا دشنام کنیم یک دیگر را تحقیر کنیم برادران عزیز یک بار دیگه السلام علیکم نوار دراز نمیکنیم ها برادرو سلامت باشید کلیگان نمیزنید دوست خان من مردک دیگه گاو نمیزنه خیر کرده مثال ما برای چی کردیم که دیگه آدما مثال اگر شرایط مقصد دارن شرایط میتونن با ما در تماس باشن با هم برویم من همین مردک دید ما کیا برده دادیم خودش خرید کرد مردک ما کارتا نمیگذاریم ما خودی همین مردک چیز کرد رفت خرید کرد من مقصد آدما مرا تلفن میکنن زنها همین زنها برادرها در شهر یکاترینبورگ بیکار هستن مرا زنگ زدن مثال من این مردک خودش همین رفتیم آدرسو ما میدونیم من اکی محمد آدرسو اونجا میدوند مثال شهر بردیم رسوندیم همه دعا کردن همه خرسند دوستان عزیز باقی در امان الله باشید سلامت و بردم باشید دعاگوی ما باشید دوستان عزیز همه چیزی بهترین برای آدمیزاد این دعا برانجلیت آدمیزاد است سلامت باشید سلام علیکم سلامت باشید این همین زبس همین کانال فکر شما همه میفهمن همین آدم به حقش با داده تمام خیلی الهی امین همین انا علی جان خدا همین 1 میلیون کنه که همین مردمی کمبغلایی که حوزی در همین جدا چی موندگن همین را دستگیری کرده است در همین روزای ماه شریفی رمضان خدا چی نیتی داره با مقصد بسنی آمین سلامت باشه اکی علی دولت دوچان زیاد شود الله صفی شما زیاد کنه او مردم اولی داخل برام خدار و پروسه و این شرم دیگه من همین برادر اوردم های اونجا چخله بام های همه ست پاییز مال بچه‌ام آرزو واسه عائلتون بچه‌ای ببینید پدر مادرتون به رحمت شما هیچ کمی نبینید خیلی آرزو است که دیگه بشود الله رساند آمین رمضان هم ده خیرتون قبول شود آمین